السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، اپو خواهرا اکو دادران گرامی قدر، از همتون خواهش همین ویدیو را با دقت گوش اندازین. همین ویدیویی که من میکنم از سوزش قلب است، تنها به خاطر الله است و به خاطر برادرانی که ناشکرگزار هستند. الله فرموده است که لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم این عذابی لشدید. اپو خواهرا اکو دادرانی که ناشکرگزار هستیم، پیش از همه چنان که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که اگر که یعنی نیازمند هستی، از خودت نیازمند دارن ببین که از تدا یعنی انسان هایی هستن که شرایطشون حالشون بدتر هستن. با هم خاطر پیش از آنی که ناشکرگزاری میکنیم، بسیاری مردم زنگ میزنن کارم خوبه و خوب نیستم، مثلا ای کارم ناریزا هم. برادران عزیز، کدام که کارت خوب نیست، یک بار نظر بکن به بیمارستان، یعنی به مستشفى، یعنی به بلنیسه ها، به دکترها از حال اونها ببین در چه حالت گرفتار هستند. الله قادره، ان الله علی کل شیء قدیر. بدرسی که الله به همه چی قدرت داره، میتونه که جایت را به جای اون مبدل بگردانه. ببینین که اون اپا و خواهرها و اون اکوها و دادرها در چه حال گرفتار هستند. بعضیش بیچاره زدگی هستند، دست و پا ندارن، بعضی هاش گردن شکستگی گردن برداشتن نمیتوانند، بعضی هاشون از مهرهاشون شکستگی هستند، بعضی هاش مهرها کندگی هستند، بعضی ها لیاقتی هاشون نیکار موندن، بعضی ها را گرده هاشون نیکار موندن، بعضی هاش چشم ندارن، بعضی هاش گوش ندارن، بعضی هاش معینه سرشون معیوب شدگی هستند، مثل دیوانه هستند. الحمدلله بگین که عقل رسا دارین، دهن گویا و گوش شنوا و چشم بینا. الحمدلله، شکرگزار باشین پروردگارا. الله مثل اونها نکرده شما را. الله هر کار بالای شما میاره یک سنجش خداوندی است. آیا شما در این تحمل کرده میتوانین یا نه؟ چی کاری که نه؟ الحمدلله. ببین که انسان هایی هستن که از تو حالش بدتر هستن. همه ما و شما را الله یک امتحان میکنه. یعنی الله چقدر خوبی ها میتد، در بین این خوبی ها شاید یک سال یا که یک ماه یا که 2 سال یا که 2 ماه یا که یک هفته یک مشکلی را برات میاره. آیا تو تحمل میکنی یا که از الله طلب میکنی در این مشکلی؟ بسیاری که مردم میآیند نزد ما اکثریتشان پرسان میکنیم که برادران عزیز آیا شما نماز میخونین؟ میگن نه. بگم در یک جا اگر که شما کار نکنین برای شما آیا آیلگ میدین؟ زرپات شما را میدین؟ میگن نه. مادامی که الله برایتون میگه که و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، یعنی من نآفریدم جن ها و انسان ها را مگر به خاطر اینکه من عبادت بکنن. ببین از حال احوال اون برادرها ببین. الله چی میگه؟ کل نفس ذائقة الموت. اگر که رفتی بیمارستان دیدی که حال احوال وارد دیدی دلت که آرام نشی، نظر کن به قبرستان که الله میگه همه شما چشنده مرگ هستین، ما و شما چشنده مرگ هستیم، ما نفس داریم. الله میگه کل نفس ذائقة الموت، هر نفس چشنده مرگ است. همه ما و شما میمیریم، به قبرستان میریم. الله چی میگه؟ واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله، بترس از اون روزی که بر میگردی به سوی من. اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. آن روز پروردگار برای ما و شما میگه که بخوان آن کتابی که در دنیا کتابت کرده بودی، چه عملهایی کرده بودی. و قبرستان نظر بکن، از حال اون برادران پرسان بکن که اونا در چه حال هستند. از خودت پرسان که با که آیا همین برادرانی که از دنیا گذشتن همینا را خداوند دوباره جانشان بده، اینها چیکار میکنن؟ البته هر یک کدیم ما و شما در جواب میگوییم که به عبادت الله مشغول میشود. چرا ما
حالا که وقت داریم مشغول نمیشیم با عبادت الله. چرا از عبادت الله دور میشیم؟ مادامی که ما در سؤال خود جواب یافته میتوانیم، چرا با عملهای خیر مشغول نمیشیم؟ خداوند هر یک کدیم ما و شما را علم و مفید نصیب گردانه. و والله که اگر اهمیت بتیم، زندگی مثل یک افسانه هست. میبینیم بعضی بیچاره میدون به یگان صدمه دوچار میشن، بعضیش میدن به یگان بیماری گرفتار میشن، بعضیش خداوند به سبب این یعنی کرونا ویروس از دنیا میگذره، بعضیش از سببی که یعنی خودشون نشان میدن جوانی گفته یعنی ماشین به سرعت بلند حی میکنن میزنن اوریه دنیا میگذرن، و بعضی هاشون یعنی جوانی گفته یعنی پرید زیرافکا میکنن. بسیار یعنی مرزنگ میزنن میخیل حال احوال میشن. میگم هر سوالی که دارین پیش قاضیات برین. هر انسانی که در اینترنت وعظ میکنه که یگان امر معروف میکنه، کوشش میکنه که یگان انسان را به طریق اینترنت برای هدایت ببرند، از اونها پرسان نکنین، برای که اینها چقدر که علم دارن حرکت میکنه که به سمع یگان برادر برسانند. یعنی قاضیات و مفتیات مملکت جمهوری تاجیکستان داره، از اونها پرسان بکنین. خب چه درسیه باشن، درسیه هم داره، جای قاضیات جای مفتیات دارن، از اونها پرسان بکنین. چه مسئله طلاق نکاح و دیگهش. المهم که مهم در چیز که کسانی که یعنی سر و سیمان میشین، تیزهی میکنین، جوانیتان نشون میتین و دیگه کارها با جنگ جدال یعنی بسیاریاتان میگیم تپانچه میگیرین، رزبار و دیگه کار میکنین، پیش از همه فکر کنین که پدر مادرت انتظار است در وطن. پدر مادر به فکر خیال است که بچه من ناموز کرده است، کار کنی رفته است. یعنی بسیار شناسا را زنگ میدم چه حالی داری، میگه چه جور رزبار رفتیم، سبحان الله پراندن در پوم در منه یام باش نخونه. یعنی پیش از آنه که خودت میره همون جاها، از خودت پرسان که آیا که فرزند دیده کلان شوه او را به همون جاها روان میکنی یا نه؟ نمیکنی البته، بلکه مادر و پدرت هم نمیخواه که تو به اونجا بروی. فکر خطانه نمیکنین، پدر مادرتون فکرشونه بکنین. پدر مادر یکی از نعمتهای بزرگی است که الله برای ما و شما داده است. هر کسی که نا احترامی میکنه نسبت پدر و مادر، پرسان بکه انسانهایی که پدر و مادر ندارن، پدر مادرشون از دنیا گذشتن، و از انسانهایی که یعنی یتیم کلان شدن، از انسانهای پرسان بکه که در اینترنت کلان شدن بی پدر با مادر، از انسانهای پرسان بکه که پدر مادر اونها یعنی به یگان بیماری از دنیا گذشتن. اونها میگوین که چیزی دارندگی دارم، همه اینها را میتم اندی که یک بار صدای پدرم یا که مادرم را بشنوم، که حتی دشنام ممکنه صداش بشنوم.